سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. با کانال بافتنی جدونه در خدمتتون هستم. امروز با آموزش بافت گل‌های تزئینی روی این شالی که آموزش شما توی ویدیوهای قبلی داخل کانال گذاشتیم که میتونید ببینید. آموزش کاملش رو داشتیم و الان میخوام برای این گل‌های تزئینی روی شال که این قسمت پایین شالمون داشت آموزش این گل‌هاشو داشته باشیم که ما برای بافت این مدل این تزئینات روی شالمون احتیاج داریم به این گل‌هایی که بافتیم که حالا از این گل‌های مدل دایره داریم که از هر کدوم من این گل شماره 1 اگه این رو بگم، گل شماره 1 هم 6 عدد از این احتیاج دارم که برای این سمت شالم و هم برای اون سمت دیگه شال. 3 تاش برای این قسمت به کار میره و 3 تا دیگه‌اش برای اون سمت شال. این گل شماره 1. گل شماره 2 که این هست، من از این گل 6 تا از این احتیاج دارم که رنگ‌هاش هم بستگی به سلیقه خودتون داره. حالا میتونید طبق عکس خود شال میتونید به همون ترتیبی که میبینید بافتتون رو انجام بدید، ولی رنگ‌ها و تعدادشون میتونید کم و زیاد کنید. اگر دوست داشتید خلوت‌تر باشه کمتر ببافید، اگر هم که همین مقدار رو دوست داشتید به همین ترتیب. 6 تا از این گل احتیاج داریم که گل شماره 2 من اینجا بهش میگم تا راحت‌تر بتونیم تقسیم بندی کنیم ویدیو رو و برای هر کدوم رو که خواستید آموزش رو ببینید راحت‌تر بهش دسترسی داشته باشید. که از این گل شماره 2 مون من 6 تا لازم دارم که حالا اینجا من 2 تاشو بافتم. رنگاش هم میتونید از این رنگ آبی یا یه رنگ صورتی این رنگ اینطوری استفاده کنید یا حالا هر رنگ دیگه‌ای که خودتون مد نظرتون هست. و گل شماره پس شد 2 و حالا از این برگ‌ها داریم یا گل شماره، حالا من اسمش رو میذارم گل شماره 3 که از این 4 برای یعنی هر طرف شال، پایین این طرف و اون سمت دیگه شالم 4 تا احتیاج دارم که کلا میشه 8 عدد از این گل که من 4 تاشو آبی بافتم، 4 تاشو این رنگ صورتی که میبینید که رنگ خود شالمون هست. حالا گفتم رنگ بندی و تعدادش بازم بستگی به سلیقه خودتون داره. دوست داشتید میتونید بیشتر ببافید، کمتر ببافید، رنگاش رو یا یه مدل دیگه انتخاب کنید دیگه، اونش بستگی به سلیقه خودتون داره. که من اینجا 8 تا از این گل بافتم، 4 تا رنگ صورتی، 4 تا رنگ آبی. پس شد گل شماره 1 این گل شماره 2 گل شماره 3 و اینجا داریم این گل شماره 4 که از این گلم همینطور که میبینید من 6 تا بافتم. میبینید که رنگام به این ترتیبه. 3 تاشو 2 تا آبی بافتم، 2 تا ترکیب رنگ آبی و صورتی. میبینید این قسمتش آبی بافتم دورش و صورتی و اینو برعکس و 2 تا هم رنگ صورتی بافتم که حالا گفتم شما باز ترکیب رنگش رو میتونید هر مدلی که دوست داشتید استفاده کنید. پس این شد گل شماره 4. گل شماره 5 که این گل هست. ببینید حالا اینجا برگم داشتیم، 2 تا برگ باید ببافیم که این جدا بوده، ولی من به این 2 تا گلم متصلش کردم. از این مدل گلم گل شماره 5 گل آخری و بزرگترین گلم هم هست دیگه. از این گل من تعداد 4 تا بافتم. میتونید 6 تا ببافید، ولی من چون خیلی دیگه این کارم شلوغ میشد همین 4 تا دونه به نظر خودم کافی بود و همین تعداد رو بافتم و یه دونه آبی بافتم، یه دونه صورتی و این دوتا رو هم ترکیب صورتی آبی و آبی صورتی که میبینید وسط این آبی بافتم، وسط این گل دیگه‌مو صورتی بافتم و 2 تا هم برگ دارم که اینها رو به ترتیب ما آموزش رو قرار هست تو این ویدیو ببینیم. فقط لطفاً اگر که آموزش رو دوست داشتید استفاده کردید لایک و کامنت یادتون نره، حتما ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون هم برام کامنت کنید. اگر هم دوست داشتید ویدیوهای بعدی آموزش‌های بعدیمون رو هم ببینید لطفاً حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید. بریم که با هم آموزش گل‌هامون رو ببینیم.
خب برای شروع گل من به ترتیب گلا رو گذاشتم شماره 1 2 3 4 5 و این آخریمون هم که بافت این برگمون هست. نخی که استفاده میکنم نخ من نخ کتان جینز هست و نخ یارن آرت جینز که خب خوبه، این هم نخ مناسبیه. اینو ببینید با این نخ بافتم ولی باز هم اگر از نخ‌های سبکتر استفاده کنید برای گل‌ها بهتره. نخ که میتونید استفاده کنید آلیز دیوا نخ بسیار خوبیه، یا نخ مارک دیگه ای که هست فیلاتی لوکو، این هم مارک خوبی هست و یه کار سبک و زیبایی رو برای بافت برگ‌ها مناسبه. خب برای این گل شماره 1 مون که می‌بینید به شکل یک دایره هست و این قسمت‌های دورش که ساده ترین گل هست. من میام از این نخ و قلاب شماره ببینید 2 و 25 حالا اگه دیده بشه 2 و نیم هم استفاده کنید خوبه. خب برای شروع بافتمون یه حلقه جادویی روی انگشتمون به این شکل میزنیم. ببینید نخ رو بین دو انگشت قرار میدم، یک بار نخ رو روی دور این انگشتم میپیچم، قلاب و زیر این حلقه‌ای که روی انگشتم ایجاد کردم میبرم و این حلقه رو خارج میکنم. حالا ببینید این نخ رو به این صورت میگیرم، یه زنجیره میزنم، یه گره در واقع میزنم. خب برای شروع 3 تا زنجیره ما میزنیم، 1 2 و 3 تا زنجیره که این میشه ارتفاع پایه بلند هایی که میخوام ببافم و یه دونه پایه حساب نمیشه. و حالا روی این حلقه جادویی من میخوام 18 تا پایه بلند ببافم. ببینید حالا برای کسایی هم که مبتدی تر هستن 3 تا زنجیره که زدیم، ببینید قلاب میبرم زیر نخ، یه بار نخ رو میندازم روی قلاب، وارد این حلقه میکنم قلاب و نخ رو میگیرم و 3 تا الان حلقه روی قلابم ایجاد شده. نخ میگیرم از 2 حلقه اول عبور میدم و مرحله بعد نخ میگیرم از 2 حلقه بعدی و بافت این پایه بلندم تموم میشه، یه پایه. و به همین ترتیب من 18 تا پایه بلند روی این حلقه جادویی که ایجاد کردم روی این حلقه میبافم به این ترتیب 2 4 5. به همین ترتیب روی این حلقه من 18 تا این نخم میتونید راحت میکشید و این دایره‌ای که این حلقه‌ای که این وسط داریم و میتونیم اندازش رو تنظیم کنیم. به همین ترتیب من پایه بلندامو میبافم. خب من 18 تا پایه بلند روی این حلقه‌ام بافتم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 و 18 تا پایه بلند. الان میام ببینید روی این 3 تا زنجیره‌ای که زدم 1 2 و 3 روی این قسمت در واقع اینجا ببینید به این صورت نخ رو میگیرم و یک دونه پایه بست یا پایه نامرئی میزنم اینجا و 2 قسمت رو به هم متصل میکنم. این نخم هم تا جایی که امکان داره و هست میکشم تا این قسمت حلقم جمع بشه. خب حالا هر قسمتی رو ببینید اینجا، پس من این 2 قسمت رو با یک پایه بست به هم متصل کردم، یه زنجیره میزنم روی همین پایه که اول که پایه بست زدم روش. دوباره ببینید دوستان من 18 تا پایه بلندمو که بافتم میام روی این قسمت اینجا که 3 تا زنجیره زدم این پایه اولم هست، میام این قسمت نخ میگیرم یک پایه بست به این صورت یا پایه نامرئی میزنم و 2 قسمت رو به هم متصل میکنم و یه دایره برای من ایجاد میشه. حالا همین قسمت یه زنجیره میزنم و روی همین پایه‌ای که پایه بست زدم و در واقع پایان رجم رو به قسمت ابتدای کارم متصل کردم، روی همین قسمت یک زنجیره میزنم، یک پایه بست میزنم، یه پایه نامرئی. ببینید دوباره یه زنجیره میرم روی پایه بعدی، یک پایه بست یا پایه نامرئی میبافم، یه زنجیره روی پایه بعدی، یک پایه نامرئی، یه زنجیره روی پایه بعدی،
یک پایه نامرئی و همین کار رو دیگه تا انتهای رجم تکرار میکنم. میبینید یه حالت زیگزاگی ایجاد میشه. خب حالا یه زنجیره و دوباره روی پایه بعدی یک پایه نامرئی یا پایه بست، یه زنجیره، یه پایه نامرئی، 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 یه زنجیره و به همین ترتیب روی همه پایه ها همین کار رو تکرار میکنیم. یه زنجیره، یه پایه نامرئی، یه زنجیره، یک پایه نامرئی. در واقع بین همه پایه نامرئی ها یه زنجیره میزنیم. به این صورت یه پایه نامرئی روی پایه بعدی، یه زنجیره، یه پایه نامرئی روی پایه بعدی، یه زنجیره، یه پایه نامرئی. به همین ترتیب. خب وقتی که دیگه آخرین پایم هم که زدم روی این قسمت و اینجا هم که دیگه باید اینو به این قسمت در واقع پایه اینجا که انتهای پایم هست رو میخوام به ابتدای شروع رجم متصلش کنم. ببینید قلاب رو میبرم زیر این قسمت، نخ میگیرم و یک پایه بست این دو قسمت رو به هم متصل میکنم و به این ترتیب گل شماره یکم تموم میشه. دیگه نختون رو قیچی کنید و کارتون تموم میشه. حالا این نخ اضافهش رو هم بعد پایان کارتون میتونید داخله ببینید این قسمت ها بین پایه ها در واقع قلابتون رو عبور بدید، این نخ رو بگیرید و از بین این پایه ها عبورش میدین و اضافهش رو هم که دیگه قیچی میکنیم. نخمون به این ترتیب جمع میشه و کارمون تمیز و مرتب در میاد. به همین ترتیب ببینید. حالا میتونید با سوزن هم اگر راحت ترید با سوزن کار کنید. این نخ رو وارد سوزن کنید و بین پایه ها کوک بزنید و این اضافهش رو هم که دیگه من قیچی میکنم. خب حالا گل شماره 2، گل شماره 1 رو بافتیم تموم شد. گل شماره 2 دوباره یه حلقه جادویی به همون ترتیبی که قبلا گفتم میزنیم. به این صورت یک زنجیره میزنیم و الان همینجا من یک زنجیره دیگه میزنم و روی همین حلقه جادویی 20 تا پای کوتاه میبافم. 1 2 3 4 میبینید دیگه قلاب رو وارد حلقه جادویی میکنم، نخ میگیرم، 2 تا حلقه روی قلابم ایجاد میشه، نخ میگیرم و از هر دو حلقه ایجاد شده خارج میکنم. خب 20 تا پای کوتاه روی این حلقه جادویی میبافیم. خب 20 تا پای کوتاه روی حلقه جادویی به این ترتیبی که میبینید بافتم. این نخ این قسمت رو که مال حلقه ابتدای کارم بود زده بودم رو تا جایی که میشه میکشم تا این قسمت حلقه ایجاد شدم جمع تر بشه. خب حالا میام روی ببینید این زنجیره اولتون اینجا میشه پایه آخر من، پایه 20 و اینجا هم زنجیره اولی که زدم پایه اول. نخو ببینید نخ میگیرم و یک پایه بست میزنم و حلقمو به هم متصل میکنم ابتدا و انتهای رجمو. خب برای ببینید این برگ 1 2 3 4 و 5 تا گل برگ احتیاج دارم. برای این کار همینجا میام 1 2 3 و 4 تا زنجیره میزنم. قلابو 2 دفعه ببینید 4 تا زنجیره زدم و میخوام داخل همین قسمتی که یعنی اینجا که زنجیره زدم یک پایه دوبل بزنم. پای دوبل ببینید 2 بار نخ میندازم روی قلاب، 1 بار 2 بار و قلاب وارد همین قسمتی که زنجیره رو زدم و یک پای دوبل به این صورت میبافم، نخ میگیرم ببینید 2 تا از حلقه ها عبور میدم که شد یک پای دوبل. حالا میرم روی پایه بعدی
دوباره یک پای دوبل دیگه میبافم. ببینید یه بار، دو بار نخ روی قلاب میندازم که به این میگن یک پای دوبل. خب روی پای بلند بعدی یک پای دوبل میبافم به این ترتیب. 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و 4. روی پایه بعدی یک پایه بست یا پایه نامرئی قلاب رو وارد پایه میکنم، نخو میگیرم و از این حلقه هم عبورش میدم. خب حالا میخوام این گلبرگ بعدی رو ببافم. 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و 4. خب حالا میام روی پایه این قسمت، پایه بعد یک پایه دوبل میبافم، 1 دو بار نخ روی قلاب میندازم و یه پایه دوبل به این صورت میبافم. روی پایه بعدی میخوام 2 تا پایه دوبل بافم، 1 2 بار نخ روی قلاب انداختم، نخو میگیرم و الان 1 2 3 و 4 تا حلقه روی قلابم دارم. نخ میگیرم، از 2 تای اول عبور میدم، دوباره نخ میگیرم، از 2 تای بعد عبور میدم، 2 تا حلقه دیگه میمونه، نخ میگیرم و از 2 تا حلقه آخر هم نخو عبور میدم و دوباره همین قسمت. ببینید دوباره 1 2 بار نخ روی قلاب میندازم و روی همین پایه که یک پایه بافته بودم یک پایه دیگه هم میبافم، 1 2 3. خب دوباره روی پایه بعدی یک پایه دوبل دیگه میبافم، 1 2 3 1 2 3 و 4 زنجیره میزنم. روی پایه بعد یک پایه بست میزنم و گلبرگ دوممو ببینید به این صورت بافتم. در واقع هر گلبرگم ببینید از 1 2 3 4 5 6 تا پایه تشکیل شده. از این قسمت 4 تا زنجیره میزنم روی پایه ببینید، حالا نمیدونم قشنگ دیده میشه داخل 4 تا زنجیره شروعش میزنم، یه پایه دوبل روی پایه کوتاه اول، پایه کوتاه وسط یا دوم 2 تا پایه سوم یک پایه و بعد با زنجیره دیگه این گلبرگم رو تمومش میکنم. 4 تا زنجیره میزنم، یه پایه بست متصلش میکنم و این یه گلبرگم شکل میگیره. خب گلبرگ سوم 1 2 3 و 4 تا زنجیره زدم. روی پایه کوتاه بعد یک دونه پایه دوبل به این ترتیب. پایه بعدی 2 تا پایه دوبل میخوره، 1 2 داخل این پایه 2 تا پایه دوبل میزنم، 1 2 3. دوباره پایه دوبل دوم، 1 2 1 2 3 و روی پایه بعد یک پایه دوبل، 1 2 3. 4 تا زنجیره 1 2 3 و 4 روی پایه بعد یک پایه بست و گلبرگ سومم رو هم بافتم به این ترتیب. حالا دوباره همینجا ببینید، همینجا من 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 4 روی پایه کوتاه بعد یک پایه دوبل میبافم، پایه بلند اول روی پای کوتاه اولم یه پایه بلند، پای کوتاه دوم 2 تا پایه دوبل میبافم، 1 2 و پای کوتاه سوم یک پایه دوبل. خب حالا 4 تا زنجیره میزنم، 1 2 3 و 4 و گلبرگم رو به این ترتیب تموم میکنم. روی پای کوتاه بعدی یک پایه بست و این هم شد گلبرگ چهارم. حالا 1 2 3 4 5 تا گلبرگ دارم دیگه، 1 2 3 4 و 5 درسته.
خیلی خب، حالا 1 2 3 و 4 روی پای کوتاه 1 پای دوبل. خب پای کوتاه بعدی 2 تا پای دوبل، 1 و این هم دومین پای دوبل. پای کوتاه سوم 1 پای دوبل. خب 4 تا زنجیره 1 2 3 و 4 روی پای کوتاه بعدی 1 پای بست میزنم و گلبرگ این قسمت رو هم میبافم. میبینید که حالا این گلبرگ اولی که دوستان شروع کردم میبینید دیگه. خب این گلبرگم نصفه هست، در واقع نصفش بافتم. اینجا میخوام نصفه دیگرش رو ببافم و گلبرگم رو تکمیل کنم. حالا اینجا 1 2 3 و 4 روی این پای کوتاه که این قسمت میشه یه دونه پای دوبل میبافم. دوباره بگیرم 1 به این صورت، 1 2 3 و این قسمت رو ببینید به اینجا متصلش میکنم. این پایه اولم قلابم رو وارد این قسمت میکنم، نخ میگیرم و 1 پایه بست میزنم و به این ترتیب گلبرگم رو به اتمام میرسونم. خب ببینید اینم شد گل شماره 2 که حالا این نخش رو هم میتونید در حین بافت توی کارتون بین بافتتون در واقع بگیرید این نخ و پنهانش کنید، یا هم که حالا در انتهای کارتون به این ترتیب با قلاب یا با سوزن، حالا با هر وسیله که خودتون راحت ترید، این نخ رو جمعش کنید و بین پایه هاتون پنهانش کنید. خب این قسمت رو هم که دیدید دیگه، من این نخم رو قیچی میکنم. خب این نخ رو میکشم، یه پایه بست زدم و حالا میام زیر این پایه. ببینید نخ رو میگیرم، از این قسمت عبورش میدم و به این ترتیب این قسمتم این رو هم نخ اضافهش رو هم که بین کار پنهان میکنم بین پایه ها و همون ترتیبی که توضیحش رو دادیم دیگه. نخ اضافه رو هم که قیچی میکنیم و به این ترتیب گل شماره 2 مون تموم شد. اگر ببینید دوستان دیگه کاملا واضحه دیگه، هر گلبرگمون ببینید یه پایه بست روی پایه کوتاه اول میزنیم، 4 تا زنجیره، روی پایه بعدی 1 دونه پایه دوبل، پایه دوم که میشه وسط، پایه وسط، ببینید این پایه وسط توی گلبرگمون هست، روی اینجا 2 تا پایه دوبل میبافیم و روی پایه بعد 1 پایه دوبل و بعد با 4 تا زنجیره به این قسمت 1 پایه بست میزنیم روی پایه کوتاه بعد و گلبرگمون تموم میشه و این میشه یک گل شماره 2. خب گل بعد گل شماره 3، بافت گل شماره 3، این گل که میخوایم ببافیمش. الان اینجا من ببینید به این صورت 1 گره روی قلابم میزنم که گفتم حالا میتونید با دست یا گره روی قلاب بزنید یا به این ترتیب قلاب رو یه دور میچرخونیم، نخ رو میگیرم یه زنجیره میزنم و این گره ایجاد شده رو محکمش میکنم. 1 2 3 4 5 و 6 تا زنجیره میزنم و به این زنجیره اول 1 پایه نامرئی یا پایه بست متصلش میکنم و به این صورت 1 حلقه ایجاد میکنم. خب همین قسمت حالا من میام 1 زنجیره میزنم. خب حالا میخوام بافتم رو شروع کنم. ببینید از همینجا من هر قسمتی رو ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 تا زنجیره میزنم. 1 دونه از این زنجیره ها رو جا میذارم و میرم توی داخل زنجیره بعد. داخل زنجیره بعد 1 پایه بست میزنم. خب دوباره همینجا 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12. دوباره یک زنجیره رو ببینید من اینجا زدم دیگه، یه زنجیره رو جا میذارم داخل زنجیره بعد یک دونه پای بست میزنم. حالا این نخمم که بین کار پنهانش کنم داخل بافتم میبافمش. این نخ ابتدای کارم اضافه شد. دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. خب دوباره یک دونه زنجیره جا میذارم و میرم داخل زنجیره آخر. این قسمت یک دونه بست میزنم یا پایه نامرئی و به این ترتیب میبینید که من 3 تا حلقه روی کارم دارم و حالا میخوام همینجا بیام روی این قسمت کارم رو شروع کنم برای هر کدوم از این در واقع گلبرگ ها، این برگ هایی که ایجاد شده. خب میام این قسمت اول، شروع برگ اولم، میام روی این قسمت نخ میگیرم، یه پای کوتاه میبافم، یک دونه پایه متوسط که ببینید شبیه پای بلنده، با این تفاوت که نخو که میگیرم از هر 3 حلقه به یک باره عبور میدم. یک پای بلند، 1 2 3 4 5 6 و 7. 7 تا پای بلند این سمت کارم زدم و برای قسمت وسط که در واقع این قسمت رو از این قسمت جدا میکنه یک پایه دوبل میبافم. ببینید دوبار نخ رو روی قلاب میندازم، نخ میگیرم و دو تا حلقه های روی قلاب رو خارج میکنم به این ترتیب. و حالا میخوام اینجا ببینید این قسمت رو یه پیکوت ببافم، در واقع این مرکز این وسط هر برگ رو یک پیکوت ببافم که پیکوت بافتن ببینید 3 تا زنجیره 1 2 3 و میام داخل این 2 تا حلقه این قسمت نخ میگیرم، یک پای بست یا پایه نامرئی میزنم. خب دوباره 7 تا پای بلند میبافم روی این قسمت، 1 2 3 4 5 6 و 7. خب حالا یک پایه متوسط ببینید به این صورت نخ میگیرم، 3 تا حلقه روی قلاب نخ میگیرم و از هر 3 حلقه یک بار عبور میدم، یک پای کوتاه و انتهای این برگم به این صورت اگه اولم رو بافتم. خب حالا میام روی این زنجیره های ردیف دومم روی این قسمت، دوباره تکرار همین قسمت نخ میگیرم، یه پای کوتاه میزنم، یک پایه متوسط، 7 تا پای بلند، 1 2 3 4 5 6 و 7. خب این شد. هر برگم که از 2 قسمت سمت راست و چپ ایجاد میشه، این وسطش رو با یک پای دوبل این 2 قسمت رو از هم جدا میکنیم که الان من اینجا 7 تا پای بلندم بافتم، یک پای دوبل برای این قسمت وسط، 1 2 بار نخ روی قلاب میندازم، از داخل حلقه یه نخ میگیرم و دو تا حلقه های روی قلاب رو خارج میکنم. حالا روی همین پایه دوبلی که بافتم 1 2 3 تا زنجیره میزنم و به این صورت ببینید یک پیکوت میبافم.
نخ میگیرم، یک پایه بست و به این صورت یه پیکوت میبافم. خب حالا برای این سمت برگم 7 تا پایه بلند، 1 2 3 4 5 6 و 7. خب یک پایه متوسط نخ میندازم روی قلاب، از داخل حلقه یک نخ میگیرم، نخ رو میگیرم و به یک بار از 3 حلقه عبورش میدم. یه پایه کوتاه. خب حالا این نخ رو هم این اضافه رو اگه بتونم این بین پنهانش کنم. خب یه پایه کوتاه و کار این برگم هم تموم شد. میریم برای برگ سوم. برگ سومم ببینید دوباره روی این قسمت شروع با یک پایه کوتاه شروع میشه. یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، 7 تا پایه بلند، 1 2 3 4 5 6 و 7. خب این سمت برگم رو بافتم. حالا یک پایه دوبل برای این قسمت وسط برگ، یک پیکوت، 1 2 3 تا زنجیره میزنم، از داخل این 2 تا زنجیره این قسمت نخ میگیرم و یک پایه بست میزنم. این پیکوتم ایجاد میشه. 7 تا پایه بلند، 1 2 3 4 5 6 و 7. خب یک پایه متوسط و یک پایه کوتاه و به این ترتیب کار این گل شماره 3 هم به اتمام میرسه. حالا این قسمتاشو هم خودتون بعد مرتب کنید به این ترتیب که ببینید نخ میگیرید، از اینجاها عبور میدید. به این صورت. خیلی خوب. نخم هم قیچی میکنم و گل شماره 3 تمام میشه. به این صورت بافتم و انجام دادم و این نخ اضافه رو هم میتونید از این قسمت ها عبور بدید و اضافه رو هم بچینید. حالا یه گره هم روی این قسمت ها میتونید بدید که ببینید به این صورت نختون رو بکشید و انتهای نخ رو هم قیچی میکنید. به این صورت گل شماره 3 مون رو هم بافتیم. حالا خب شروع بافت گل شماره 4 این گل که خب دوباره یه حلقه جادویی روی انگشتمون میزنیم، نخو میگیریم، یک زنجیره میزنیم و حالا 1 2 3 تا زنجیره شروع کارمون. همینجا روی این حلقه جادوییمون 20 تا پایه بلند میخوایم ببافیم. 1 2 3 4. خب 20 تا من پایه بلندم و روی این حلقه جادویی بافتم. این نخم هم میکشم و الان میام روی، ببینید این که زنجیره های شروع بافت شروع رجم هست که به اینا کار ندارم، میام روی این قسمت این پایه اولم قلاب رو وارد میکنم، نخو میگیرم و یک پایه بست یا پایه نامرئی میزنم
1 2 3 4 5. خب 1 2 3 تا پایه رو جا میذارم، روی پایه چهارم یک پایه بست یا پایه نامرئی میزنم. دوباره 1 2 3 4 و 5 زنجیره، 1 2 3 تا پایه رو جا میذارم، روی پایه چهارم یک پایه بست. 1 2 3 4 و 5 زنجیره، 1 2 3 تا پایه رو جا میذارم، روی پایه چهارم یک پایه بست میزنم به این ترتیب. 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 تا پایه رو جا میذارم، روی پایه چهارم یک پایه بست و آخرین 1 2 3 4 و 5 زنجیره میزنم. 1 2 3 تا پایه رو جا میذارم، روی پایه چهارم یک پایه بست میزنم. به این ترتیب این شد رج دوم. برای شروع رج سوم روی هر کدوم از این 5 زنجیره‌ای که در رج قبل در واقع این رجمون زدیم به این ترتیب شروع میکنیم. ببینید یک پایه الان اومدم، ببینید روی این 5 تا زنجیره اولم، شروع رج سومم در واقع. یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4، یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه. این شد از قسمت اول زنجیره ها. خب دوباره میرم برای قسمت دوم. دوباره تکرار همین قسمت هست. یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، 4 تا پایه بلند، 1 2 3 4، یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه و دوباره روی قسمت بعدی زنجیره. ببینید این قسمت اول، قسمت دوم، قسمت سوم، دوباره تکرار همین پایه ها. یک پایه کوتاه، یک پایه متوسط، 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4. خب 4 تا پایه بلند، یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه، پایان گلبرگ سوم. حالا دوباره برای قسمت این زنجیره های چهارم دوباره تکرار. پایه کوتاه، پایه متوسط، 4 تا پایه بلند، 1 2 3 و 4، یک پایه متوسط، یک پایه کوتاه، پایان این قسمت و شروع قسمت بعد تکرار. پایه کوتاه، پایه متوسط، 4 پایه بلند، 1 2 3 و 4، یک پایه متوسط، پایه کوتاه و پایان این رجم. خب حالا این قسمت رو ببینید دیگه پایان این رجم هست. میام به این قسمت اول، شروع رجم، یک پایه بست میزنم و حالا ببینید همین قسمت یه زنجیره میزنم، یک پایه کوتاه روی همین قسمت. خب روی قسمت این پایه بعدی یک پایه متوسط، در واقع پایه متوسط یه رج قبل بافتم و حالا روی این هر پایه بلند که من 4 تا پایه بلند در رج قبل داشتم، هر کدوم از این پایه بلندها 2 تا پایه بلند میبافم. ببینید روی اولین پایه بلندم 1 2، دومین پایه بلند 1 2، 2 تا پایه بلند، سومین پایه بلند این قسمت
دوباره 2 تا پایه بلند. خب و این هم 4مین پایه بلندم، 2 تا پایه بلند، 1 2. 4 تا پایه بلند رج قبلم تبدیل به 8 پایه بلند میشه. روی هر پایه بلند 2 تا پایه بلند زدم. روی پایه متوسط رج قبل 1 پایه متوسط و روی پایه کوتاه 1 پایه کوتاه. خب این از این قسمتم. گلبرگ اولم. خب گلبرگ دوم، روی این پایه کوتاه 1 پایه کوتاه، پایه متوسط 1 پایه متوسط میزنم و روی هر کدوم از این 4 تا پایه بلندی که در رج قبل زده بودیم 2 تا پایه بلند میبافم. 1 2. 4 تا پایه رو تبدیل به 8 پایه بلند کنیم. 1 و 2. 1 و 2. این هم 1 و 2. خب این از پایه بلندام که هر کدوم 2 تا روشون زدم که پایه بلندام تبدیل به 8 تا پایه بلند شد. روی پایه متوسط 1 پایه متوسط، روی این پایه کوتاه 1 پایه کوتاه و تکرار همین گلبرگ ها دیگه. ببینید گلبرگ بعدی رو هم 1 پایه کوتاه، 1 پایه متوسط، روی این 4 تا پایه بعدی روی هر کدوم 2 تا پایه، 1 2. خب 1 2 1 و 2. خب روی ببینید بله دیگه، ببینید اینجا 2 تا 4 تا 6 تا 1 2 تای دیگه باید ببافم. 1 و این هم 2. 1 پایه متوسط، 1 پایه کوتاه. خب دوباره تکرار. خب این هم پایان، ببینید این رجمون و پایان گل شماره 4 که الان اینجا پای کوتاه همو زدم و این قسمت 1 پایه بستم میزنم و دیگه کار گلم تموم میشه. نخمم قیچی میکنم و به این ترتیب گل بعدیم رو هم بافتم. خب حالا این نخ رو هم که دیگه گفتیم دیگه بین کارمون پنهانش میکنیم به این صورت. اضافهش رو هم میتونید قیچی کنید. خب این هم شد گل شماره 4 که بافته بودیم. خب میمونه این گل و یک برگ. حتما ویدیو رو اگر که دوست داشتید آموزش رو و استفاده کردید حتما لایک بفرمایید، کامنت بذارید برام و اگر که میخواید ویدیوها آموزش های بعدیمون رو هم ببینید حتما کانال رو سابسکرایب بفرمایید و ممنون میشم از همتون.